بسیار جوانمردایی هستند که امروز یک دردآور علم‌آور بعد از زن گرفتن، مادری که مهربان غمخوار دلسوز غیر از خداوند از مادر دیده مهربانتر یگان نعمتی در انسان نیست. بسیار جوانان را دیدیم بعد از زن گرفتن از مادر رو گرداندن. اون مهری که مادر داره هرگز یگان زن در مردی مهر نداره. حضرت میگه که 100 دایه مهربان مادر نشود، هیچ مهر به مهر او برابر نشود. نه خاله و نه عمه و نه ینگه ما یک ذره خاک پای مادر نشود. من هفته گذشته همین محله دا همسایه گذشته بود، یک زنک بسیار انسان خوب بود، شوهرش هم آدم خوب بود. در پیش تابوت یک حکایه کردم. یک روز یک جوانمرد دارایی زیاد داشت، دولت زیاد داشت، پول و مال داشت، رفیقاش میخوان او را به قتل برسونن، بعضی از داراییش استفاده برن. یکی میگه میپرونیم، شاید میگه از روی نشانه‌های تیر ما بیاوند. یکی میگه خلای کاردش میکنیم، میگه شاید نقش انگشتای ما در کارت میمونه، ما را میآوند. بیا یک کار میکنیم. چیکار میکنیم؟ همین را میذاریم شلحود میکنیم، اختیار که دست داد بالای رای پاییز میگذاریم، شه پاییز میزنش خلاص. هیچ کس ما نمیبینه. در حقیقت می عمل میکنن. این جوانمرد دوستاش رفیقاش جوره برای پول میشه، جوره برای زن میشه، جوره برای دارایی میشه، جوره شلحود میکنن بالای رای پاییز میگذارن. شه پاییز چنان با سرعتی بلند میبیاد نزدیک جسد این جوانمرد، آهسته آهسته کردن میبیاد. خلاصش این جوان میبینه و از روی رحم برداره، میبر تبابت نقض میشه، بین دیگر با یک محبت و دوستی پیدا میشه. این جبر دیده یک روز راننده پرواز به خونش دعوت زیافت میکنه، میگه خونه ما یک زیافت میکنه. این جوانمردم دعوت او را قبول میکنه، خونش میبیاد. خلاصه در اومدن خانه این بای بچه دا پورتریت مادری وی آویزان بوده. یکی یک بار دید پورتریت مادر در حیرت ماند. گوی کیه؟ گو مادری من. مادری من میشناسی؟ گو ها میشناسمش. کنی مادرت؟ گو مادری من 7 سال باز در زیر خاک ای. 7 سال باز در زیر خاک ای. ایمد یک بار شوکی سسر ترس و حراس لرزش گرفت. چی خمی لرزید؟ چی بود؟ میگه همون روزی که ما چنان صورتی بلند و اسقاطی اومده استبدم، همین مادر با دو دست پیش لبوی پاییز گرفت و من آهسته کردم جسد بالای پاییز دیدم. همین حضرت میگه سینه پرمهر مادر تا ابد آسوده نیست. سینه پرمهر مادر تا ابد آسوده نیست. قلب او در زیر خاک هم یاد فرزند میکنه. ما و شما یک جوانمرد یک روز عاشق به یک دخترک میشوه. این دخترک دیسکمان در مهر خود یک چیز تقاضا میطلب میکنه، قلب مادر تا میگه میبیاری. یک کتابی والله نامش فراموش کردم، هرون نجات ای و شیعه هم که باشه ما در شیعه کار نداریم، این حکایه اصلی ای. خلاصه به خاطر بیدار کردن تکان دادن فکرهای ما حکایه آورده. میگه عاشق میشوه. این دخترک یک شرط میمونه، قلب مادر تا میبیاری. جوان میبیه خانه، کار در پنهان در کیسش موندگی. میگه مادر به خاطر قتل کردن ضعف میکنه، قلب او را میبره. میبینه که مادر نوازه، بچه جان سیدی گشنه‌ای. مهر مادر غالب میبینه، میکشه مادر را، میگرده میره. این دختر چو کردی؟ قلب مادر میگه نتونستم. خلاصه دویم بار میبیه، میبینه بچه جان، میگه چو کردی؟ غمگین زیق خسته ای. چی تر رنجو باز نمیاد. دفعه سوم شرط میمونه، میگه هیچی گوش نمیکنه سخنهای مادر. یک بار مادرش چون گوسفند ذبح میکنه و قلب او را جراحت از جسدش بیرون میکنه و بغل دویده به سوی او دخترکی که با او شرطی مهرش در دل مادر مانده بود. در راه پیش پا میغلطه و از قلب میگه یک صدای آه میبروید. قلب مادر که فرزند کشت و یک قلب او را جسد بیرون کرد، با مادر آه میگه که بچم غلطی یکم ضرر بالاش نیامده باشه، یکم جاش خون نشیده باشه. یک اعرابی حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفتن و شکایت از مادر کردن. گفتن سرور عالم، ای سرور هر دو عالم، من هر آن چیز زیبا و زر و زیور به خانم بیارم، مادر من رشک میکنه، چیکار کنم؟ گفت به مادرت هم بیار. گفت مادری من ارزش نداره، مادر من 5 ساله، مو سفید، قامت چنگ زدگی، دندانا افتیدگی، چشماخ چیکار میکنه زیباگی دا؟ میگه مادر تا بسیار دوست می‌داری خانم تا. البته میگه خانم تلینگی اصل 21 گلنگی دیسکاماندوی روزا وارین جوال موسیقی کدوم اگه بچه‌ها میبینم خب فرموی رو ببینو، تام توش ببینو، گپ و کار ببینو، رازلیت بردی تو میان شو
بعد دوستی عزیزم پیغمبر خدا با او میگه سری زانو ایستاد گفت والذی نفسم بیده، گفت قسم به خدایی که جانی من در دست خداست، من فضل زوجه علی امه فهو لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. کسانی که خانومش بالاتر از مادر میدانند لعنت خدا و لعنت ملائکه ها و لعنت کره زمین بشریت از بالای او بود. احتیاط باشه، هر کی باشه بعد از زن گرفتن احترام مادر از دست نده. چندین اشاره های قرآنی داریم، اطیعوا الله و اطیعوا رسول بالوالدین احسانا و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. احتیاط باشه. حتی که در دویم آیات خداوند وسیله پیامبر را نمیاره، مثل که خداوند نازکانه و احتیاطانه عبادت میکنی مانندی همو به پدر و مادرت خیرخواه باش، نکوکار باش. دختر میخواد از کجا میده که انیسا و حبالت شیطانی زنا توری از شیطان مولوی میگه زن و ابلیس رو هر یک وطن بود که ابلیس خوشچینی پیش زن بود، کشیدن علم هر دو رو در ترازو که علم ابلیس اندکی پیش زن بود. اقبال لاهوری میگه زن مکر بدی به کس نماید، بر گفتی زنان روا نشاید، ابلیس مکر زن گریزد خواب روح مرد زن بریزد، هرگز مکن به گفتی زن کار گر مردی و ای شاه کریمی بنده از فعل بنده میبرد. شیخ سعدی جورا در بستانش میگه که زنی رو جهل است نارستی بلا بر سر خود نزن خواستی، یا درد سر و غم جنی زیادی گرفتگی کی را خانه آباد و هم خوابد اوست، خدا را بر رحمت نظر فروست. در تاریخ ها میخونه حضرت عمر رضی الله عنه تمامی ابرقدرترین دولت هر امپراتور ارو میلرزیدن و میترسیدن، جرأتی روبروی عمر نمیشیدن. اما تو مرد قوی جوسه بود، سیاست مدار بود. یک زمانش یک جوان مرد حتی شکایت از زن داشت، پشت در خانه حضرت عمر به خاطر دعوا رفت که زن 4 حکم شرعی، یکم نصیحت کردن نشید، ترک خواب خطی نشد، یا 3 لغت زدن نشید، آخران عقد جدا کردن پیش حضرت عمر شکایت رفت که به خانه حضرت عمر رفت. عمری که در سراسر عالم زنجبیل در پیش ینگم بلگرسکی گوش کرده ایستاده، ینگم چخچخ داره بالای سرش. من میخوام بگرده که دستگیرش میکنن، میگم به کدوم خاطر باشه، این چیکار باشه. خلاصش همی که عرش بیان میکنه. عمر میگه اول پرسش به کشما به همین خاطر آمدم، یک جواب از پشت درت گرفتم. همین از سعدی میگه کی را دیدی گرفتاری زن مگو سعدی و طعنه بر وی مزن، تو هم میگه جورش بینی و بارش کشی، زمان میگه برکناش برکشی. یک زمان در آغوش بگه من 4 تا زالید میکنه پشت خود دست همش میگوره میره. یکی مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب سلمان و ابصالش درباره مکر و حیله و نیرنگ چند سخن داره، اشاره داره به خاطر تکان دادن هوشیاری ما. ازت میگه 4 نبود اهل شوهر راضی زن، صحبت زن هست بیقی عمر کن، زن چی باشد ناقصی در عقل و دین، هیچ ناقص نیست در عالم چنین، بر سر خان عطای ظلمینان. خدا چی نعمت از برای زن؟ الرجال قوامون علی النساء، نقطه قرآنی. پیغمبر خدا را سخنش رضا و زوج رضا الله، همین حضرت نیست کفران نعمت، اینا کفران نعمت کرد. گردهی 100 سال زن را 30 زر، پای تا سر گیریش اندر گوهر، جامه از دیبای ششتی دوزیش، خانه از زرین لگن نفت خماش الیستوی تلیون پیش، لعل دور اویزه گوشش کنی، لعل هم سنگ قیمت با بلداغ بگیم بسیار باری الصوت خریده میدونی $750 $800. لعل دور اویزه گوشش کنی، شربی زرکش شربت نوشش کنی و پیول زرین شربتی دنیم تیش. هم با وقتی چاشت هنگامی شام، خانش آرایی به گوناگون طعام، سعر بیار روی دوستم خیل میوه و خوراکه بیار. گرچه با چون شود تشنه به جام گوهری، آبش از سرچشمه خیزر آوری. میوه چون خواهد زی تو همچو شهان، انار یزید آری و سیب اصفهان. چون شود از دوریت در تا و پیش، جمله اینها پیشی او هیچ است هیچ. و چی میگه؟ گویدت که ای جانگدازی عمرگاه، هیچ چیز است ندیدم هیچگاه. چیکارم کرد؟ یک حالچه میگه و چم کرد. سالها دست در آغوشت کند، چون بی تا بیرو فراموشت کند. یک رفیقتی بین در سیب یک کدوم میخونی 20 سال جورگی میکنی، یک از قد 10 روز یک کویکه در بانیسه خود میره، همین قدر دعوتی زیافت و دیگر میکنی. یکی 20 سال 25 سال 30 سال بعد از رزوچن خواه جزوی مقابلی دیگر ای میگه چون جوان آید او را در نظر، جای تو خواهد پیر بندت کمر. هم بچه های چیز اول دیگه هم برابرش که همتین هم بای 25 میرد نیبوی هر یک 250 کیلو تماشا میبرد، نگاه میبرد وزنش 65 کیلو 250 300 کیلو میگه که همین باشد جاش. چون جوان آید او را در نظر، جای تو خواهد پیر بندت کمر.
در جهان از آن وفاداری کی دید غیر مکاری و تراری کی دید خواجه فردوس بدانی بخیردش بر زن نیکو نفرین بدش هر زن نیکو ننگوییم بود پیش نگون دکا بکتو